سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه امروزی ما. امروز می خواهیم 15 شهری که بهترین سیستم حمل و نقل عمومی را در جهان دارد به شما به معرفی بگیریم. پس تا آخر برنامه با ما همراه باشید. می دانیم که رشد روزافزون شهرها و افزایش ترافیک خودروها خبر بدی برای ما و کره زمین است. امری که وجود سیستم کارآمد حمل و نقل عمومی شامل قطار، اتوبوس، مترو و تراموا را به ویژه مهم می سازد. اما کدام شهرها بهترین سیستم حمل و نقل عمومی را در جهان دارد؟ شماره 15 نیویورک، ایالات متحده آمریکا. اگر مبنای تعداد ایستگاه‌ها باشد، می توان گفت متروی نیویورک بزرگترین متروی جهان است. سیستم وسیع اتوبوس‌ها نیز رفت و آمدها را آسان‌تر می کند. در مجموع 83% از مردم نیویورک عقیده داشتند که رفت و آمد در شهر با وسایل حمل و نقل عمومی آسان است. شماره 14 پاریس یا فرانسه. پاریس بعد از مسکو دومین سیستم شلوغ مترو را در اروپا دارد. شبکه متراکم پاریس بیش از 300 ایستگاه را در 16 خط پوشش می دهد. در نظرسنجی تایم اوت 84% از مردم محلی از حمل و نقل عمومی در پاریس راضی بودند. شماره 13 ادینبورگ یا اسکاتلند. اگرچه ادینبورگ به شدت قابل پیاده روی است، حمل و نقل عمومی نیز در پایتخت اسکاتلند عالی است و اتوبوس‌های با کاربری آسان 24 ساعته در 7 روز هفته در شهر عبور و مرور می‌کنند. با آنکه ترامواها ممکن است مانند سایر ترامواها در شمال بریتانیا نمادی نباشند. 88% از مردم محلی گفتند که رفت آمد با وسایل نقلیه عمومی آسان است. شماره 12 مادرید یا اسپانیا. سیستم حمل و نقل عمومی مادرید یکی از جامع‌ترین سیستم‌های حمل و نقل در اروپا است که قطارهای سبک اتوبوس، مترو و همچنین قطارهای منطقه‌ای را پوشش می‌دهد. احتمالاً به همین دلایل 88% از مردم محلی مادرید که مورد بررسی قرار گرفتند گفتند که از شبکه حمل و نقل عمومی شهر خود راضی هستند. شماره 11 لندن یا انگلستان. متروی لندن اولین بار در سال 1863 به عنوان یک راه آهن زیرزمینی افتتاح شد و اولین خط زیرزمینی برقیان نیز در سال 1890 راه اندازی شد که آن را به قدیمی ترین سیستم متروی جهان تبدیل کرد. اتوبوس‌ها، قطارها و متروی لندن که از نظر زیبایی شناسی نمادین هستند، استفاده آسانی دارند و فوق‌العاده کارآمد هستند. جای تعجب نیست که 91% از لندنی‌ها گفتند که رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی آسان است. شماره 10 آمستردام یا هلند. در حالی که انبوهی از دوچرخه‌ها را در سر تا سر پایتخت هلند مشاهده خواهید کرد، حمل و نقل عمومی آمستردام هم روی زمین و هم روی آب را به خوبی پوشش می دهد. شبکه قطارها، ترامواها، کشتیها و اتوبوس‌های شهرکار خود را به خوبی انجام می دهند. بنابراین جای تعجب نیست که 91% از مردم محلی سیستم حمل و نقل عمومی شهر را ستایش کردند. شماره 9 شانگهای یا چین. متروی شانگهای که از نظر تعداد ایستگاه بعد از نیویورک قرار دارد، بزرگترین مترو در جهان از نظر مسافتی است. متروی شانگهای که از نظر تعداد ایستگاه بعد از نیویورک قرار دارد، بزرگترین مترو در جهان از نظر مسافتی است که پوشش می دهد. سیستم مترو در شانگهای در واقع از سیستم نیویورک مدل برداری شده است. در کنار قطارها، اتوبوس‌های شانگهای، تاکسی‌ها و کشتی‌های این شهر را می‌توان با استفاده از کارت حمل و نقل عمومی استفاده کرد. ساکنان شهر مطمئناً راضی هستند، زیرا 91% گفتند که عبور و مرور در شهر با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی آسان است. شماره 8 تایپه یا تایوان. متروی تایپه یکی از شلوغ‌ترین سیستم‌های ریلی سبک در جهان است، اما همچنان بسیار کارآمد است. یکی از آسان‌ترین شهرها در آسیا برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی تایپه تایوان است.
و 92% از مردم محلی شبکه حمل و نقل عمومی را مثبت ارزیابی کردند. شماره 7 هنگکنگ. حمل و نقل عمومی هنگکنگ که همواره در بین بهترین های جهان قرار دارد، کارآمد، تمیز و راحت است. با توجه به اینکه 75% از جمعیت در فاصله 1 کیلومتری ایستگاه مترو زندگی می کنند، 92% از مردم هنگکنگ از سیستم حمل و نقل شهر خود راضی هستند. شماره 6 سنگاپور. جای تعجب نیست که حمل و نقل عمومی در سنگاپور کارآمد، تمیز و مدرن است. علاوه بر این، همه اتوبوس ها با ویلچر قابل دسترسی هستند و کالسکه نیز مجاز است. به گفته 92% از مردم محلی، سنگاپور در بسیاری از چیزها از جمله در زمینه حمل و نقل عمومی یکی از بهترین هاست. شماره 5 استکهلم یا سوئد. متروی استکهلم بیهوده طویل‌ترین گالری هنری جهان نامیده نشده است. از موزاییک گرفته تا نقاشی‌هایی که انواع موضوعات را پوشش می‌دهند، متروی این شهر پر از خلاقیت است. اما قضیه فقط زیبایی نیست. حمل و نقل عمومی در استکهلم همچنین شامل تراموا، اتوبوس و کشتی بسیار کارآمد است و 93% از مردم محلی با این موضوع موافقند. شماره 4 کپنهاگ یا دانمارک. حمل و نقل عمومی در پایتخت دانمارک دارای سیستم قابل اتکایی از قطارها، اتوبوس‌ها و اتوبوس‌های آبی است که مردم را در تمام طول روز به نقاشی مختلف میبرد. علاوه شما می توانید همه چیز را با یک بلیط پرداخت کنید. کارت کپنهاگ جای تعجب نیست که 93% از مردم محلی گفتند که رفت آمد در این شهر آسان است. شماره 3 توکیو یا ژاپن. نیویورک بیشترین ایستگاه ها را دارد و شانگهای دارای بیشترین مسیرهاست، اما هیچ سرویس حمل و نقل عمومی در جهان به اندازه توکیو افراد را جابجا نمی کند. با این حال حمل و نقل عمومی توکیو به خوبی نگهداری می شود و استفاده از آن برای افراد غیر ژاپنی زبان نیز آسان است. به این دلایل 94% از مردم محلی گفتند که در شهر به راحتی می توان با وسایل نقلیه عمومی رفت آمد کرد. شماره 2 پراگ یا جمهوری چک. پراگ نه تنها یکی از زیباترین شهرهای اروپا است، بلکه 96% از مردم محلی گفتند که رفت آمد در این شهر با وسایل حمل و نقل عمومی آسان است. پراگ بدون منظره تراموایی که از جلوه یک کلیسای گوتیک یا ساختمان رنسانس عبور می کند پراگ نخواهد بود. بعد از آن مترو است با 3 خطی که تقریبا تمام قسمت‌های شهر را پوشش می دهد. شماره 1 برلین یا آلمان. حمل و نقل عمومی راحت، ایمن و همیشه به موقع در برلین بیشتر شبیه یک رویا است. بنابراین جای تعجب نیست که این شهر مقام اول را گرفته باشد. 97% از برلینی ها شبکه حمل و نقل شهر خود را که دهه‌هاست از آن استفاده می کنند تحسین کردند. تشکر از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. برای حمایت از ما چینل یوتیوب اینفو تایم را دنبال کنید. تا برنامه بعد، خدا حافظ.